سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از ویدیوهای صفحه ترکی یاد بگیر کنار شماییم تا با هم راجع به ماه‌ها و فصل‌ها در زبان ترکی صحبت کنیم. فصل بهار که به ترکی میشه ایلک بهار. ایلک بهار. ماه‌های این فصل: مارت، نیسان، مایوس. مارت، نیسان، مایوس. فصل تابستان: یاز. یاز. ماه‌های این فصل: هازیران، تموز، آگوستوس. هازیران، تموز، آگوستوس. sonbahar، پاییز. ماه‌های این فصل: eylül، ekim، kasım. eylül، ekim، kasım. eylül توی ترکیه اسم دختر هم هست. و زمستان به ترکی میشه کش. کش. و ماه‌های این فصل: آراlık، ocak، şubat. Aralık، ocak، şubat.